یک انسان موحد، یک انسان عابد و پرهیزگار و زاهد و با تقوا در برابر 1000 انسان فاسد به پیروزی میرسد. زلزل عروش الظالمين واقطع رؤوس المعتدين واغلظ وأدب من کفار و دشمنان اسلام از مؤمن میترسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید نصرت بالرعب مسیرة شهر. دشمن از فاصله 1 ماه را از پیامبر صلی الله علیه و سلم میترسید. وقت انسان زبانش و قلبش و فکرش و روح و روانش مشغول در ذکر الله شد، یک انسان مسلمان برای تمام جهان کفار کافی است.